أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید کتاب الجهادی، یعنی کتاب در مسئله جهاد. پس ما و شما از این کتاب جهاد آیت هایی که درباره جهاد هست گرفتیم و چند از حدیث های این کتاب جهاد را همچنین برای شما تقدیم و پیشنهاد گردانیدیم و حالا باشد حدیثی 1320 کتاب ریاض الصالحین را به سمع شما خواهم رسانید. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش در زیر حدیث 1320 میگوید و عن سهل بن حنیف رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، میگوید از سهل بن حنیف رضی الله عنه روایت است هر آن رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند من سأل الله تعالی الشهادت بصدق، یعنی هر کسی که بپرسد از الله جل جلاله، درخواست کند، طلب کند از الله جل جلاله الشهادت بصدق، یعنی شهادت را، شهید شدن را صادقانه هر انسانی که طلب بکند از الله جل جلاله بلغه الله منازل الشهداء، یعنی که الله سبحانه و تعالی میرساند این انسان را به جایگاه شهیدها. هر انسانی که صادقانه از جانب الله تبارک و تعالی شهادت طلب بکند، الله جل جلاله به جایگاه و به منزله به جایگاه شهیدها این انسان را میرساند. و این مات علی فراشه، و اگر هرچند که این انسان وفات کند در رخت خوابش، در جاگش هم اگر وفات بکند، این انسان به درجه شهادت میرسد اگر صادقانه از الله جل جلاله شهادت را طلب کرده باشد و درخواست کرده باشد. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی است. این بود حدیث 1320 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1321 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر این حدیث 1321 میگوید و عن انس رضی الله عنه قال، یعنی از انس رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، حضرت انس میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند من طلب الشهادت صادقا، من طلب الشهادت صادقا اعطیها ولو لم تصبه. میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که من طلب الشهادت صادقا، یعنی هر کسی که طلب شهادت بکند صادقانه، یعنی که صادقانه هر انسانی که طلب شهادت میکند اعطیها، یعنی برای این انسان داده می شود شهادت، یعنی درجه شهادت یا شهیدی برای این انسان نصیب می گردد اگر که این انسان صادقانه طلب شهادت بکند. ولو لم تصبه، و اگر چی به شهادت نرسد، یعنی اگر هرچند که در جنگی بین کافر و مسلمان هم وفات نکند، این انسان درجه شهادت برایش داده می شود. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی است. پس این دو حدیث، حدیث 1320 و حدیث 1321 کتاب ریاض الصالحین دلالت میکند
به هر انسانی که صادقانه طلب شهادت بکند، برای اون انسان اگر هرچند که در میدان جنگم شهادت نصیبش نشود، منزله و جایگاه و درجه شهادت براش نصیب میگردد، یعنی براش داده میشود. بعد از این حدیث 1322 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1322 کتاب ریاض الصالحینش میگوید: و عن ابی هریره رضی الله عنه قال، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند: ما یجد الشهید من مس القتل الا کما یجد احدکم من مس القرصه، یعنی که ما یجد الشهید، یعنی احساس نمی کند انسان شهید من مس القتل، از درد قتل، از درد اون زخمی که میبردارد و با اون زخمی که از دنیا میگذرد، میگه انسان شهید اون درد رو حس نمی کند، اون درد رو احساس نمی کند. الا کما یجد احدکم من مس القرصه، مگر چی طوره که احساس میکند یکی از شما از دردی نیش مورچه. مس القرصه، قرصه نیش مورچه را میگویند یا نیش پشه را میگویند. چی طوره که یک پشه وقتی که میگزد یا یک مورچه میگزد، یک بعضاب احساس میکنی که گزیدی، یک مورچه یا یک پشه تو را گزید. پس انسان شهیدم وقتی که زخم میبردارد، زخمش، درد اون زخمش به مثل درد نیش یک مورچه یا که نیش یک پشه میباشد، همین قدر احساس میکند و خلاص. رواه ترمذی، این حدیث را امام ترمذی روایت کردگی است. و قال حدیث حسن صحیح، امام ترمذی گفتگی است که حدیث حسن و صحیح می باشد. این بود حدیث 1322، یکی از فضائل و یکی از برتری انسان شهید که حتی اون دردی که زخمی که در بدنش به وجود می آید، اون درد و زخم را احساس نمی کند مگر کمی. بعد از این حدیث 1323 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1323 میگوید: و عن عبدالله ابن ابی اوفى رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه و سلم في بعض ایامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس. میگوید که از عبدالله ابن ابی اوفا رضی الله عنهما روایت است: هر آینه رسول الله صلی الله علیه و سلم یکی از روزها، فی بعض ایامه، یعنی در یکی از روزهایش، فی بعض ایامه التي، یعنی در یکی از روزهای که لقی فیها العدو، یعنی روبرو شد در آن روز با دشمنش، با دشمن. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم روزی از روزها روبرو که شد، انتظر حتی مالت الشمس، یعنی که منتظر ماند تا اینکه زوال شد آفتاب، یعنی بعد از زوال شد، یعنی که میل به طرف غروب کرد. تا همون وقت میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم انتظار شدن. ثم قام فی الناس فقال، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم خیست در بین مردم و پس رسول الله گفتن که ایها الناس، یعنی ای مردم، لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو، یعنی که آرزو نکنید روبرو شدن با دشمن را. پیغمبر صلی الله علیه و سلم اصحابش را توصیه و نصیحت و وصیت کرد که آرزو نکنید روبرو شدن با دشمن را. وصل الله العافیت، و پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت
و بخواهید از الله جل جلاله عافیت و تندرستی را، از الله جل جلاله عافیت طلب بکنید. فاذا لقیتموهم فاصبروا. اکنون پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید هنگامی که روبرو شدید با دشمن، هنگامی که شما با دشمن روبرو شدید، فاصبروا، پس شما صبر بکنید، یعنی در مقابل دشمن صبر و تحمل بکنید و خوب بجنگید تا اینکه دشمن را مغلوب و مسلمان ها را و گروه مسلمان ها را غالب قرار بدهید. و علموا ان الجنه تحت ظلال السیوف. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند بدانید که جنت در زیر سایه های شمشیرها می باشد. هر انسانی که جنت میخواهد، هر انسانی که میخواهد جنت را زود پیدا بکند یا با آسانی پیدا بکند، پس جنت در زیر سایه های شمشیرها می باشد که یعنی که در جهاد است. اگر رفته جهاد کردی و به شهادت رسیدی، پس تو داخل جنت خواهی گشت. و حتما جهادی شرعی، نه با نام جهادهایی که هر جنگ را نامش را جهاد میمونن، نه اون جهاد آن جنگ ها نه، بلکه جهادی که به طبق فرموده شریعت و اسلام باشد، این فضائل را با خودش دارد. و همچنین جهادی که طبق شریعت و طبق قرآن و سنت باشد، آن جهاد اگر انسان شهید که شد داخل جنت خواهد شد. ثم قال، بعد پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که اللهم منزل الکتابی، یعنی ای بار الها نازل کننده کتاب، یعنی نازل کننده قرآن، ای الله که تو هستی نازل کننده قرآن. و مجری السحابی، ای الله که تو حرکت درآورنده یا به حرکت درآورنده ابرها هستی که ابرها را این طرف آن طرف به حرکت می‌دراری. و هازم الاحزابی، ای الله که تو شکننده یعنی شکست دهنده احزاب هستی، یعنی دسته های دشمن هستی، گروه های دشمن را، حزب ها و گروه های دشمن را ای الله تو شکست میدهی. اهزمهم وانصرنا علیهم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید که شکست بده دشمن را، شکست بده دشمنان اسلام را ای الله جل جلاله، وانصرنا علیهم، و نصرت بده و پیروز و غالب بگردان ما مسلمان ها را بر بالای دشمنانمان. آمین یا رب العالمین. پیغمبر صلی الله علیه و سلم این دعا را در آخر گفتند. این حدیث متفق علیه می باشد. این بود حدیث 1323 که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما و شما را توصیه می کند که روبرو شدن دشمن را هیچگاه آرزو و تمنا نکنیم، و اگر که روبرو شدیم باید ثابت قدم بمانیم و ثابت قدم با دشمنان الله و رسول بجنگیم. این بود حدیث 1323 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1324 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1324 کتاب ریاض الصالحین میگوید و عن سهل ابن سعد رضی الله عنه قال، یعنی که از سهل ابن سعد رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند فنتان لا تردانی، پیغمبر گفتند دو دعای هست، یعنی در دو حالت دعای هست که لا تردانی، اون دو دعا رد نمی شود، اون دو دعا رد نمی شوند، یعنی اون دو دعا قبول هستند. او قل ما تردانی، یا میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که آن دو دعا خیلی کم رد می شود، قبول نمی شود، غالبا آن دو دعا قبول می شود،
در نزد الله جل جلاله. اون دو دعا کدام دعا هست؟ یکمش الدعاء عند النداء، یکم دعا در وقت اذان. وقتی که اذان گفته می شود انسان دعا بکند دعایش مستجاب می شود، دعایش غالبا قبول می شود. این یکم جا. و دویم و عند البأس حین یلحم بعضهم بعضا، و دویم در هنگام جنگ زمانی که میرزند بعض قوم بالای بعض دیگر، یعنی زمانی که هجوم میکند این قوم بالای قوم دیگر، یعنی در حالتی گرم شدن جنگ یا علنگه گرفتن جنگ، در همین هنگام دعا همچنین قابل قبول است و دعا رد نمی شود، نزد الله جل جلاله قبول می باشد. این دو وقت، یک وقت اذان، یک وقت جنگیدن با دشمنان الله و رسول که جنگ علنگه می گیرد، در حالت بسیار وزمین زنازنی شروع می شود، هجوم شروع می شود، در این دو هنگام اذان دعا قبول می شود، دعای انسان دعا کننده نزد الله جل جلاله قبول می گردد. رواه ابو داوود به اسناد صحیح، این حدیث را ابو داوود با سند صحیح روایت کردگی است. این بود حدیث 1324 کتاب ریاض الصالحین که دو وقت استجابت دعا را در این حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان کرد که یکتش در حالت جهاد هست، یکتش در حالت جهاد می باشد. بعد از این حدیث 1325 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1325 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن انس رضی الله عنه قال، یعنی که از انس رضی الله عنه روایت است که گفت کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا غزا قال، انس رضی الله عنه میگوید هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم جهاد میکرد میگفت، وقتی که به جهاد میبرآمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس رسول الله صلی الله علیه و سلم این دعا را میکرد، میگفت که اللهم انت عضدی و نصیری، میگفت ای بار الها تو مددگار و کمک کننده و یاردم کننده من هستی، بیک احولو، میگفت ای الله با کمک تو من از جای به جای انتقال میابم. احولو یعنی انتقل من مکان الى آخره، یعنی که از جای به جای دیگر ای الله جل جلاله با کمک و با یاردم تو من انتقال پیدا میکنم و از جای به جای دیگر میروم. و بیک اصولو، و همچنین پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت که ای الله با کمک تو من اصولو، یعنی که حمله میکنم به دشمن، حمله به بالای دشمن را با کمک تو ای الله جل جلاله ما مسلمان ها شروع میکنیم. و بیک اقاتلو، و همچنین پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن ای الله با کمک و یاردم تو اقاتلو، یعنی ما می جنگیم با دشمن، با دشمن در نبرد می شویم، با دشمن در حالت جنگ قرار می گیریم. همه این با کمک و با یاردم الله جل جلاله می باشد که با دشمنان الله می جنگیم تا اینکه دشمنان الله را خوار و ذلیل بگردانیم یا دشمنان الله بیایند و دین را قبول بکنند، اسلام را قبول بکنند و از جمله دوستهای الله جل جلاله بگردند. رواه ابو داوود و ترمذی و قال حدیث حسن، این حدیث را ابو داوود و ترمذی روایت کرده است و امام ترمذی میگوید که حدیث حسن می باشد. این بود حدیث 1325 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1326 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله
در زیر حدیث 1326 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن ابی موسی رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه و سلم کان اذا خاف قوما قال، میگوید که از ابو موسی رضی الله عنه روایت است هر آن رسول الله صلی الله علیه و سلم کان اذا خاف قوما، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم هنگامی که از قوم می ترسید، خوف و ترس به وجود می آمد، قال، رسول الله صلی الله علیه و سلم می گفت، یعنی هنگامی که رسول الله از قوم بیم می کرد، پس رسول الله در این هنگام می گفت که اللهم انا نجعلک فی نحورهم، می گفت ای بار الها هر آینه ما نجعلک، یعنی تو را قرار می دهیم، فی نحورهم یعنی در برابر آن قوم، در برابر آن قوم ای الله جل جلاله ما تو را قرار می دهیم. و نعوذ بک من شرورهم، و همچنین رسول الله صلی الله علیه و سلم می گفت که ای الله جل جلاله ما پناه می بریم به تو از بدی آن، ای الله جل جلاله ما پناه می بریم به تو از بدی آن قوم، از بدی آن گروه. ای الله جل جلاله ما به تو پناه میبریم که تو خودت ای الله ما را حفظ بکن از بدی آن قوم. این بود حدیث 1326 کتاب ریاض الصالحین. امام نووی رحمه الله میگوید رواه ابو داوود به اسناد صحیح، یعنی این حدیث را ابو داوود با سند صحیح روایت کردگی است. بعد از این حدیث 1327 کتاب ریاض الصالحین، انشاءالله این حدیث 1327 کتاب ریاض الصالحین را درس آینده خواهیم گرفت. پس درس امروزه را در همینجا به پایان میرسانم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.